اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان و عزیزانی که صدای بنده رو شنوا هستند. عارضم خدمتتون که این یکی از حساس ترین جلساتیه که در طول دورمون قراره بیشتر با اون صحبت بکنیم و اون جلسه است با عنوان نظرات به ما چی میگن؟ ما 3 نوع نظر داریم که در هر بخش از اونها قرار صحبت بکنیم که یکی از اونها بحث نظرات خونه ها هستند که چه سیاره‌ای به کدوم خونه نظر کرده و در وجه دوم به درجات قائل میشیم. همونطور که در نرم افزار مشاهده میکنید ببینید اینجا یک تعداد درجاتی نوشته شده و علائمی ما بین بروج به صورت جدولی برای شما نشون میده. مثال میگم 0 درجه رو نشون میده که قرار گرفتن، مثال میگم 2 کوکب، 3 کوکب، اجتماع چند کوکب حتی در یک برج رو نشون میده، یا فاصله گرفتن 2 برج از همدیگه به فاصله 60 درجه، 90 درجه، 120، 180 و امثال هم. یک تعداد روابط آسترونومی رو برای ما نشون میده که برای هر کدوم یک از اینها به قول معروف احکامی صادر میشه و اسمی دارن. مثال میگیم که فلان سیاره نسبت به فلان سیاره، خب نسبت به موضعی که در چارت دارن اینا تسیس شدن یا تربیع شدن یا مقارنه شده و امثال هم اصطلاحاتی که در جلسات آینده بیشتر با اینها آشنا خواهیم شد. منتها در این جلسه میخوام که با نظرات آشنا بشیم. ما 3 نوع نظر داریم، یکی مربوط به خونه هاست، یکی مربوط به درجاته و یکی مربوط به اتصال یا انفصال بودن اونهاست و اینها با بحث در واقع احراق سیارات نسبت به فواصل اونها و یا موج انرژی اونها در کنار همدیگه متفاوته. اونها یک موضوعات دیگه هستن و این چیزی که در این جلسه با هم دیگه صحبت میکنیم یک موضوع دیگری است. خب پس ما تا الان متوجه شدیم که 3 نوع نظر داریم در علم آسترولوژی. یکی نظر خونهات، یکی نظر درجات و یکی هم نظر این که اتصال یا انفصال. خب که در جلسه امروز صرفاً قراره که با هم دیگه در خصوص نظر خونه ها با هم دیگه صحبت بکنیم. خب نظر خونه ها چیه؟ نظر خونه ها به 2 بخش تقسیم میشه، یکیش نظر عامه، یکیش نظر خاصه. نظر عام به ما چی میگه؟ میگه آقا هر سیاره‌ای در هر کجا که باشه 7 برج بعد اون هر خونه‌ای که قرار بگیره و هر سیاره‌ای در اون خونه داشته باشه به اون خونه نظر داره، به خود اون خونه نظر داره، نه سیاره. متوجه شدین؟ حالا مثال فرزن، ببینید همیشه رأس و زنب مقابل همدیگه هستن و از همدیگه حدود در واقع مقابل همدیگه هستند. خب مقابله میشن اینا، همدیگه ضد و نقیص همدیگه هستند. خب این همین داستانه، اینها به همدیگه نظرات خاصی دارند که حالا رأس و زنب در بحث نظرات ما فعلا مطرح نمیشند. حالا علتش هم در جلسات بعدی بهتون میگم که چرا مطرح نمیشند. خب ولی خب در حالت کلی خدمتون عرض بکنم که حالا یک مثالی رو بنده خدمتتون ارائه بدم. خب شما فرض بکنید که ما اینجا یک کوکبی داریم به اسم شمس و اصلا هر 3 تاشون، حالا البته هر 3 تاشون صحبت نکنیم چون درجاتشون متفاوته. خب شما سیاره شمس رو در نظر بگیرید که در خونه 3 قرار گرفته. نظر عام میگه که هر سیاره ای 7 خونه بعد خودش خب به اون خونه نظر کرده. حالا بیایم با هم دیگه بشماریم. خب ببینید شمس خودش میشه 1، درسته؟ خونه بعدش میشه 2، خونه بعدش 3، 4، 5، 6 و 7 رو نشونه گرفته. الان این یعنی چی؟ یعنی این که آقا اون شمس خب به خونه
در واقع نهم، خونه نهم نظر کرده که در اونجا برج دوم قرار گرفته و مریخ در اونجا نشسته که حالا اینا رو باید باز از لحاظ سروری کواکب، از لحاظ وبال اونها، رجعت اونها، شرف و یا حبوط اونها هم بررسی کرد که این به این معنی هست که ما سوای این که شمس در خونه خودش پابرجا هست، به 7 خونه بعد خودش هم نظر داره. یعنی چی؟ در علم آسترولوژی جدید بهش حاله گفته میشه، میگن که حاله کوکب به اونجا انتقال یافته، و در نجوم قدیم به این میگن که روحانیت یک کوکبی در اونجا حضور داره. متوجه شدین چی گفتم؟ پس الان یک بار دیگه بشماریم این موضوع تفهیم بشه برای دوستان. حالا یک سعی میکنم که یک موضوع دیگه ای مطرح بکنم و اون اینه. ببینید از خونه سوم من میشمارم. خب 1 2 3 4 5 6 7. پس نظر عام اینه، میگه هر سیاره‌ای در هر خونه که باشه 7 خونه بعدش میشه نظر عام اون که الان در اینجا شمس به خونه در واقع نهم نظر کرده، یعنی به روبرو خودش نظر کرده. حله؟ اما نظر خاص به ما چی میگه؟ نظر خاص به ما میگه که آقا هر سیاره ای خب نمیتونه نظر خاص داشته باشه. چرا؟ علت بر این که همشون قائل به خاص نظر دادن نیستند، هم از لحاظ آسترونومی، هم از لحاظ احکام آسترولوژی، از لحاظ جرم شناسی، نورشناسی، از لحاظ حجم اونها و از لحاظ اینکه چه فاصله ای از خورشید دارند. 3 سیاره فقط نظر خاص داره. حالا ما 3 تاشو الان صحبت میکنیم، ولی در جلسات بعدی قراره که چیکار بکنیم؟ بیشتر این موضوع رو باز بکنیم و در خصوص نظرات علم آسترولوژی اسلامی هم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم در این خصوص. حالا چی میگه نظر خاص؟ نظر خاص میگه آقا 3 تا سیاره داریم ما به اسم مریخ، زحل و مشتری. خب میگه این 3 سیاره نظرات خاص دارن، پس یک نظر عام دارن و هر کدومشون 2 تا نظر خاص دارن که اینا رو با هم دیگه صحبت میکنیم. خب مریخ رو ابتدا صحبت بکنیم با هم. ببینید میگه مریخ به 2 جا نظر داره، 1 4 خونه بعد خودش، 2 8 خونه بعد خودش. خب و از لحاظ اینکه یک نظر عام هم داره که اون هم حالا صحبتش رو با هم دیگه کردیم. زحل چیه؟ زحل میگه به غیر نظر عام خودش نظر خاصش اینه، 3 خونه بعد خودش و 10 خونه بعد خودش نظر خاص داره. حالا مشتری چی میگه؟ میگه به غیر نظر عام خودش به 5 خونه و 9 خونه بعد خودش نظر خاص داره. حالا اینا رو با هم دیگه با یک مثالی حل بکنیم که انشاءالله که مفید واقع بشه. بنده زحل رو خدمتتون مثال عرض بکنم تا موضوع تفهیم بشه. ببینید زحل الان در خونه چندمه؟ در خونه 5 قرار گرفته. خب 3 خونه بعدش چی میشه؟ میشه 1 2 و 3، میشه خونه 7. درسته؟ میشه خونه 7. حالا از لحاظ نظر دوم خودش در 10 خونه بعد خودش چه جایگاهی داره؟ الان اینجا شد 3 4 5 6 7 8 9 و 10. به خونه دوم هم نظر چی داره؟ نظر خاص داره زحل. درست شد؟ و یک نظر عام گفتیم داره و اون چند خونه بعدشه؟ 7 خونه. تا الان اینجا شده بود 3 1 2 3 4 5 6 7 و به این خونه هم نظر چی داره؟
نظر خاص داره. به این نوع نگاه کردن به داستان چی گفته شد؟ نظرات خانه گفته شد که گفتیم که 3 سیاره، یکی مریخ، مشتری و زحل، 3 سیاره ای هستن که نظر خاص دارن. ما بقیه سیارات به غیر اینها همشون نظر عام دارن. حالا با اینکه اینا خودشون هم نظر عام دارند، حالا به یک فلشی هم اینها رو برای شما نشون بدم. ببینید این خونه شد الان خونه نظر عام اون، این خونه شد نظر خاص، یعنی 3 خونه بعد خودش، و این هم 10 خونه بعد خودش. شد چی؟ شد نظرات خاص زحل، که حالا همه به قول معروف همه سیارات میتونه این حالت رو، نه همه سیارات، این 3 سیاره‌ای که با هم دیگه صحبتشو کردیم میتونه این حالت ها رو داشته باشه. کما اینکه گفتیم هر سیاره ای 6 خونه بعد خودش چی داره؟ نظر عام داره. اینها رو با هم دیگه حالا با مثال های بیشتر، با صحبت های بیشتر در گروه گفتگو قراره که با هم دیگه بیشتر بحث بکنیم و در جلسات آینده اینا رو بیشتر باز بکنیم که نظرات اصلا چی هستند، نجوم اسلامی چی میگه در این باره، نجوم هندی چی میگه، و اینا رو با هم دیگه بیشتر بررسی بکنیم که اینها در نوع طالع‌بینی ما، در نوع آسترولوژی ما، در نوع بررسی های نجومی ما نقش بسزایی دارن و خیلی درس مهمیه که انشالله بتونیم که اینها رو یک بار دیگر مجدداً درس بذاریم، بتونیم که بیشتر با اینها سر و کار داشته باشیم.